همانند الماس بدرخشید. نیلماتی، تهران. من اول یه توضیحی بدم. توی جلسات قبلی یه نکته من صبح اشاره کردم در رابطه با برج میلاد، جشنواره و تجربیات دیگر. من البته صحبتی هم با آقای غریب‌پور کردیم. اون اشاره بنده ناظر به این نبود که دوستان، یعنی من میدونم که همه مدیرانی که به خصوص امسال و حالا سالهای گذشته احتمالاً همینجوری است، با حسن نیت میخوان جشنواره خوبی داشته باشن. قطعاً مشکلات رو بیشتر از ما میدونن، ولی اون که من گفتم این اتفاقاتی که بعضی وقتا خلق و سایر رخ میده، مثلا فیلمی سانس 12 شب واسه سلام خانم شما اتفاقاتی که خلق و سایر رخ میده، جلسه ساعت 12 شب، نمایش ساعت 12 که شب میذاریم و بعد جلسات اینجوری، نه اینکه اون دوستان نمیدونن این مشکلات رو، میدونن، حسن نیت دارن، ولی واقعا میشود با توجه به و بسیار آدم‌های مدیران اجرایی توانایی هم هستن از من بیشتر جشنواره برگزار کردن. حالا من جشنواره دیدم، یا آقای غریب‌پور که حتما قدمشون سر چشم بنده است و احترامشون واجب. همه دوستان دیگر که تلاششون رو میکنن که جشنواره به بهترین شکل برگزار بشه، مدیریت برج میلاد، ولی واقعا میشود همه این حسن نیت‌ها رو یه مقدار با مقایسه اتفاقاتی که در سالهای قبل‌تر میفته، با توجه به محدودیت‌هایی که ما داریم، ما وقتی محدودیت داریم اون محدودیت‌ها رو بپذیریم، با توجه به اونها برنامه‌ریزی کنیم، بریم جلو، جشنواره هم شکل بهتری داشته باشه، بهتر فیلم ببینیم. مهمترین اتفاق در جشنواره اینه که همه با شرایط مناسب و محترمانه فیلم ببینن، درباره این فیلم صحبت کنن. بقیه ماجراها در واقع حواشی اون ماجراست. همه چیزهایی که خیلی هم کمک میکنه به این جشن بودن جشنواره، ولی ابتداش باید فیلم خوب دیده بشه، درباره فیلم خوب صحبت بشه و اگه این اتفاق نیفته شرط اولیه رخ نمیده. خیلی ممنون. ببخشید آقای بهزادی عزیز، من خیلی خوشحالم که خدمت شما بعد از قاعده تصادف که حالا با هم دیالوگایی داشتیم و گفتگوهایی، شما یه مقداری درباره اینکه چطور رفتین سراغ وارونگی. اول اینکه آلودگی هوا و این ماجراها انقدر اذیتتون کرد که سعی کردین یک داستان براش بنویسین، یا فکر کردین اون بستر مناسبیه، یا هر دوتاش با هم؟ چون معلوم نیست، خیلی وقت جرقه که میزنه آدم نمیدونه دلیلش چیه، رخ میده و موقعی که شروع میکنه به نوشتن میره جلو و اون تمها بهش اضافه میشه، در واقع نمیشه تصمیم گرفتنی اغلب موارد نیست. اتفاق افتاده نیم. با سلام مجدد. اول اینکه خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم که همکاران من، آقای بدخشانی، آقای بابک کریمی، بقیه دوستان همشون متاسفانه یا خوشبختانه سر کارن و تو این جلسه نتونستن در خدمت شما باشن. و عرض کنم در جواب شما که بله، معمولا اینجوری هست. لااقل برای خود من خیلی فیلم یک اتفاق یکباره‌ای نیست که شکل بگیره و مثلا اول تا آخر فیلم و همه آنچه که میخوام در واقع وارد فیلم باشه، توی فیلم باشه، یک باره مثلا به ذهن برسه و با هم شکل پیدا کنه. اینا معمولا توی فکر کردن به فیلمنامه، توی یادداشت برداری ها، توی نمیدونم خود نوشتن ها و بازنویسی ها آروم آروم وارد فیلم میشه. و قضیه آلودگی هوا هم از این ماجرا مستثنا نیست. یعنی در واقع فکر کنم رفته رفته چیزی بود که رفته رفته جای خودش رو پیدا کرد. هرچند حالا نمیخوام اون جرقه اولیه قصه چی بود. ببینید واقعا حالا شاید من اینجوریم، خیلی اتفاقها برام به صورت جرقه اولیه نمیده. ایده اولیه من یک طرحی داشتم از خیلی سال پیش در مورد یک دختری که این کار میکنه و در واقع کار مستقل خودش رو داره و اینها، و از یک جایی یاد این ماجرا افتادم، یاد این طرح قدیمی افتادم و
در واقع رفته رفته بال و پر پیدا کردیم طرح و یه چیزهایی بهش اضافه شد. خود این مفهوم آلودگی در واقع یکی از چیزهای اولیه‌ای بود که اتفاقا به طرح اضافه شد، به خاطر اینکه یه جورایی فیلم رو حرکت میداد، کمک میکرد. بله. و بعد البته توی بازنویسی‌های بعدی خب طبیعتاً تغییراتی کرد، ولی یکی از چیزهای نخستینی بود که توی ذهن من بود در مورد اینکه در واقع شاکله این فیلم رو شکل بده. در واقع خط اصلی این بود که یه آدمی جورکش بقیه است، همیشه مسئولیتی داشته و حالا مسئولیت دیگران رو دوش میکشیده. بعد این ماجرای وارونگی اینا بهش اضافه شد. یک آدمی بود که در واقع یک آدمی بود که کار میکرد. نمیخوام اگه بهتون بگم چیز اصلی در واقع این بود که این آدم شغل مستقل خودش رو داشت و خیلی تعریف خودش رو توی اون کاره میدید، کاری که میکرد و در کنار این کاری که میکرد در واقع به بقیه هم یعنی رسیدگی هایی میکرد اصولا، یا دختر مسئولیتی که داشت. آره مسئولیتی داشت در واقع که توی همون طرح هم مسئولیت مادرش رو در واقع داشت. این واقعا خیلی ایده اولیه بود و بعداً اون ماجرای وارونگی و بقیه داستان ها آروم اضافه. آروم با توجه به اینکه شما همیشه یه چند 3-4 سالی معمولا بین فیلماتون فاصله است، این حساسیت رو پیش میاد. حالا مارتا، ما در خدمت شما هستیم. شما اولی یک توضیح کوچولو بدیم و بعد بریم سراغ برنامه‌اش. سلام عرض میکنم. واقعیتش اینه که وقتی من دیشب فیلم رو دیدم به هر حال تا خیلی پاسی از یعنی در واقع نزدیکای صبح بود که رسیدم منزل، ولی با این حال فکر میکنم که فیلم ارزش این سختی رو داشت، شب بیخوابی رو داشت. جدا از اینکه فیلمساز چه نیتی داشته باشه، عنوان فیلم وارونگی در واقع ما رو وصل میکنه به اولین و مهمترین بحران این سالهایی که ما تو جامعهمون داریم، یعنی آلودگی هواست. و اتفاقا وارونگی هم در واقع یک اصطلاح کاملا زیست محیطی هستش که وقتی که دمای هوا سرد و گرم به هر دلیلی، حالا عللش ممکنه مثلا وزش باد نباشه، این اتفاق میفته. این وارونگی خب در تمام مناسبت‌هایی هم که تو فیلم وجود داره دیده میشه. من میخوام بگم که ای کاش آقای بهزادی که تو این جلسه هستن، کاش که در واقع اصلا ابتدا روی این مسئله مهم در واقع انگشت میذاشتن و اصلا اشاره مستقیم میکردن، به این دلیل که شما ببینید اگر ما این فیلم های دوره جشنواره رو ببینیم، ماشاءالله دیگه انواع اقسام معضلات اجتماعی از مواد مخدر، خیانتی که وجود داره، انواع اقسام اسلحه‌ها. چند سالی بود تو سینما ایران اسلحه‌های مختلفی نمی‌دیدیم ولی الان داریم می‌بینیم، پر از جیغ و فریاد و این در واقع اشاره میشه. ولی خوشبختانه در فیلم آقای بهزادی دو نکته خیلی مهمی هست. یکی اینکه در واقع به یک موضوع غیر کلیشه‌ای مشکلات یک بانو، یک خانم در جامعه ما رو داره نشون میده. جدا از اون در واقع به مشکل آلودگی هوا میپردازه. البته باید یادی هم بکنم از آقای نادر ابراهیمی، خدا رحمتشون کنه، ایشون سال 76 یه فیلمی ساختن تحت عنوان روزی که هوا ایستاد و به این معضل به صراحت توجه کردم. خوشحالم حداقل در فیلم‌های دوره جشنواره فیلمی هست که در واقع مهمترین بمبی که در واقع در جامعه ما وجود داره اشاره کرده که معضل هواست. حالا من البته فیلم نکات مختلفی داره که در ادامه میتونم بهش بحث کنم و بهش صحبت کنم. البته حالا این موضوع اضافه شده. آیا خانم، من همینجوری به ترتیب شروع کنم، میام همینجوری ردیف از مجلس. تصویر شما توی فیلم پله آخر، درست میگم؟ پله آخر درست گفتم؟ اشتباه، من آلزایمرم دارم گفتم. و تنها فیلم اول تنها یک بار زندگی، دو بار اسم رو گفتم، اشتباه میکنم، جلسه قبلا این اشتباه کردم. از ذهن آدم پاک نمیشه. فرم بازی شما که بازی کم حرفیه ولی صورت شما از ذهن آدم رو در واقع این تصویر کنار نمیره و تأثیر خودش رو میذاره، حتی اگه کوتاه باشه. تو این فیلم هم به نظرم هست، گرچه نقشتون کوتاه‌تر از بازی قبل. شما فیلم‌های آقای بهزادی اساساً شروع کردین با تنها دوباره زندگی میکنه، ولی همین گزیده کاری هم ادامه پیدا کرده. مقصر خودتونین یا پیشنهادهای جذابی بهتون نمیشه؟ سلام عرض میکنم. آره مقصر منم. و البته که این صدای دلنشین شما، این دوتا نکته صدا و صورت
من نمیدونم چرا کم بهتون نقش کم بازی میکنید در هر صورت. نه آره خب به نوعی خودم مقصرم، شاید دیگه پیشنهاد نمیشه، نه میشه، ولی خب میدونین همیشه سعی میکنم از تکرار واقعا فرار کنم. دومین بارم بود که در خدمت یه ذره میکروفون بیارین بالا صدا. دومین بارم بود که در خدمت‌های بهزادی بودم و خیلی خوشحالم که برای بار دوم هم به من اعتماد کردن، این نقش رو من دادن، چون به هر حال کلاس درسه برای من با ایشون بودن و حالا امیدوارم که حالا واقعا چرا کم بازی میکنی؟ کی پیشنهادات چیا بوده که رد کردین؟ چه مدل پیشنهادایی بودی که خب میدونی وقتی یک جایی مثلا یک بازی میشه بعد اون بازی میدرخت یا میره جایزه‌ای میگیره یا این همونو میاد، بله دقیقاً میخوان که همون باشه، یا حتی اشاره میشه که شبیه اون بازی ما اون کاراکتر رو خیلی دوست داریم و فکر میکنیم که این نقشی که الان تو این فیلم نامه هست یا پیشنهاد میشه الان میگم یه چیزی تو همون مایه‌ست، ما اون بازی رو میخوایم و همین باعث میشه که من فرار کنم. امیدوارم نقش متفاوت به شما پیشنهاد بشه. خانم دولتشاهی، شما تو جشنواره امسال، حالا من 2 تا فیلم دیدم، نمیدونم چند تا فیلم دیدین، ولی 2 تا کار کاملا متفاوت بوده. هم بارکد با این فیلم، یعنی اون یه نقش کاملا بیرونی پرعکسه و نقش وارونگی آرامتر و درونی‌تر در واقع آدمی که گرفتاری خودشو داره و به نظر من حالا هر دوتاش از کیفیتی برخورداره که نشون میده که بازیگر منعطفی روبروی تماشاگر قرار میگیره، به خصوص توی این فیلم که لحظات آرومی داریم ولی اون شور و اون تلاطم درونی توش کاملا هویت است. خواهش می‌کنم در نقش حرف بزنیم و اگه نکته‌ای بود. من دوستان اگه سوالی دارن لطفاً بگن، ببخشید قبل از صحبت های دولتشاهی صحبتشون انجام بدم. خانم دولتشاهی. من سلام میکنم. در واقع من خودم فیلمو دیشب برای اولین بار دیدم و از لحظه‌ای که فیلمنامه رو خوندم خیلی درگیر بودم با این فیلم و واقعا الان فکر می‌کنم سخت‌ترین نقشیه که بازی کردم به نظر خودم. سخت‌ترین نقشی که امسال داشتین؟ کلاً شاید کلاً حتی. بله. و خیلی دوستش دارم. من امسال یه فیلم دیگه هم دارم، فیلم زنده یاد آقای ایرج کریمی. نیمرخ‌ها که اون فیلمم خیلی دوست دارم. بله این 3 تا نقش خیلی با هم متفاوته و هر کدوم واقعا یه بخش بزرگی از ذهن منو همچنان درگیر کرده، ولی راجع به وارونگی شاید نمیدونم هنوز زوده که خودم هم حرف بزنم، اما خیلی خیلی برای من تجربه عجیبی بوده. من تجربه که آقای بهزادی حالا باید توضیح بدم بیشتر، چون 2 تا فیلم قبلیشون به خصوص تو قاعده تصادف که با یه گروهی از بازیگرانی که در واقع جوانانی که برای اولین بار جلوی دوربین قرار می‌گرفتن، یک جوری تو این فیلم هم هست در واقع بازیگر رو کاملا مستحیل میکنن تو فیلم و آدم فکر میکنه خب این بازیه چقدر راحت بازی کردن دوربین چقدر قسمت سهل و ممتنع. نه قطعا سخته، منظورم اینه که کاملا کار سهل و ممتنعیه. وقتی این شیوه بازیگیری به نظرم کار بسیار دشواریه که تو 3 تا فیلم ایشون رخ میده، معلومه که ولی یه جوری بازیگر رو البته با کمک به توانایی‌های بازیگر به سمتی میبره که هم نقش مال اون بشه، هم هیچ از فیلم بیرون نمیزنه. کاملا همه چی به نظر میرسه خیلی ساده است، خیلی راحته، کاملا سهل و ممتنع است. بله تصور من رو کنید. واقعا مثل شبیه اینه که آدم خلع سلاح شده و اون ابزاری که تو بازیگری همواره به کمکش میومده رو نداره و برای خود من خیلی تجربه جدیدی بود. تمرین خیلی داشتین یا نداشتین برخلاف قاعده تصادف؟ بله تمرینم داشتیم. از دورخونی و تحلیل و اینها شروع میشه، تمرینم میکنیم همه کارا و حتی ممکنه گاهی مثلا خودم اسمشو گذاشتم مشق. مشق دیگه مثلا ممکنه به یه بازیگری بگم فلان کتاب بخون یا بگم که برو خونه یه کمی از خودت با موبایل در حالت فلان مثلا فیلم بگی، پیشنهاد فیلم نامه رو بذار مثلا جلوت، موبایل تو بذار فیلم بگی. یه ذره
خورده کاری. یعنی این کارا که باعث می‌کنین که بازیگر در واقع راحت نرم و راحت همراه باشه با فیلم. آره ببینید، برای اینکه خب همیشه کارگردان، نویسنده و کارگردان در واقع یک تحلیل اولیه‌ای داره در مورد نقش و اون ویژگی‌هاش. من تنها کاری که میکنم در واقع اینه که بازیگر رو کمک بکنم تا به اون نقش نزدیک بشه، وگرنه ایفای نقش مطلقاً به عهده بازیگره. من تنها کاری که میکنم فقط اینه که سعی میکنم اون چیزهای اضافه رو از بازیگر بگیرم. واقعا نمیتونم بگم چیزی به بازیگرم اضافه میکنم. فقط سعی میکنم یک همواره برای هر بازیگری یک چیزهایی هست که ممکنه باعث بشه فاصله بگیره با اون نقش. من اونا رو در واقع کمک میکنم. میتراشین؟ آره. و البته یک نکته ای رو من اینجا بگم. ببینید، من توی قاعده تصادف تجربه کار کردن با بازیگر و نابازیگر رو داشتم. اینجا سهم بیشتری رو بازیگرها دارن در واقع تا نابازیگرها. و خب البته برای من اتفاق خیلی جالب و خیلی خوبی بود که بازیگرهای این فیلم، به خصوص سحر دولتشاهی، علی مصطفی، ستاره پسیانی، علیرضا آقاخانی، به خصوص همه شدیم. نه، به خصوص این 4 نفری که در واقع با مفهوم بازیگر، این فیلم آخه به هر حال بازیگر زیاد داره، این آدمایی که میان و میرن زیاد. به خصوص اینها کسانی بودن که ترس‌های من رو ریختن از خود بازیگر. یعنی همیشه فکر می‌کردم که نابازیگر یک حسن داره و اون اینه که خیلی مثل ماده خام میمونه، میتونی باهاش هر کاری خواستی بکنی. تو این فیلم متوجه شدم که بازیگر خوب چه نعمتیه. آقای کیارستمی مصاحبه کرده، حالا حتما خوندین، چند سال پیش توی مجله فیلم، میگه که من سالها با نابازیگر اونها زیاد کار میکردم، گرفتاری این ماجراش داشت. بعد که توی چند تا فیلم با بازیگر کار کردم، چقدر راحته، چرا ما به خودمون سخت میگرفتیم، 30 سال چرا این مصیبت رو میکشیدیم، می‌بینیم که سراغ بازیگر خوب پیدا می‌کردیم. بله واقعا اصلا خواهش می‌کنم حتما من فقط همینو بس البته منافی نابازیگر نیست، ببخشید حضور بازیگر انقدر مهمه که شما نگاه کنید واقعا نقشی که خانم دولتشاهی ایفا کردن، به نظر من که یکی از بهترین بازی‌های خانم دولتشاهی این سال هست. یعنی جدا از جایزه‌ای که گرفتن اینا، من فکر میکنم که به شدت در واقع اگر شخصیت نیلوفر و اصلا بازی خانم دولتشاهی نبود، این فیلم تبدیل به فیلم خنثی میشد. برای اینکه شما نگاه کنید تمام المان‌های تصویری و بازیگرایی که تو این فیلم، یعنی نقش‌هایی که در واقع این بازیگران بازی میکنن یه جوری عبوسن. رنگ فیلم رو نگاه کنید، از اول ابتدای فیلم تا آخر فیلم تونالیته سرد و چرکین داره به خاطر آلودگی هوا. همه آدم‌ها درگیر مسائل زندگی خودشون هستن و وقتی که نیلوفر در واقع وارد این فضا شده، فضای ارتباطی بین شخصیت‌ها شده، یک چالش رو به وجود آورده. و اگر شما فکر کنید که اگر شخصیت نیلوفر رو حذف کنید هیچی از فیلم نمونه، برای اینکه همه عصبی‌اند، دنبال کار خودشون هستن و اساساً ارتباطی بین این خانواده وجود نداره مگر با وجود نیلوفر و اتفاقایی که میفته. من واقعا به خانم دولتشاهی در واقع تبریک میگم و فکر میکنم که یه فیلمو خیلی خوب نجات دادن. حتما به فیلم خیلی کمک کرد. آقای مصطفی علی مصطفی عزیز، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده‌ای که به نظر من بر حسب سلایق خودش و اصول خودش، یعنی کاملا اصولگرایانه میره سراغ فیلمایی که دوست داره، یا اونا رو تولید میکنه یا کارگردانی میکنه یا توشون بازی میکنه. تو این فیلم هم که حالا معمولا خیلی کم حرف، یعنی که سخت‌ترین کار احتمالاً مصاحبه کردن با علی مصطفی است، چون تجربهش داشتم و خیلی هم لذت بخش. توی فیلم شما نقش، البته میدونم که نقش کوتاه و بلند برات اصلا اهمیتی نداره، بعد فیلم درگیرت بکنه تا وارد اون ماجرا باشی و بخوای چی این فیلم بود که درگیر شد و دوست داشتی که باشون کار کرد. فکر میکنم خب وارونگیش که درگیر میکردم، وارونگیش که هممون درگیر ولی به هر حال چیزی که برام جذاب بود و خصوصا توی نمایش دیشب برام خیلی بیشتر آشکار شد، شکلی که فیلم تموم شد، در واقع این فرو رفتن همه ما توی این باطلاق رو
خیلی خوب نشون میداد و اینکه همه توی یک وضعیت ناچار گرفتار شدیم و تازه لبخندم میزنیم. اینش برام خیلی جذاب بود که تو خود فیلمنامه هم به هر حال بود. جدا از اون خب به کارهای آقای بهزادی هم علاقه داشتم از کار. ناچار، منظور ناچار بخش وارونگیه، اون که مجبوری مسئولیت چیزی رو بپذیریم. این که به هر حال همه گرفتاری موقعیتی هستن که مجبورن بپذیرن، هم بدیم. بله. اینا جذابیتاش بود. این گرفتاری‌ها فقط بابت این قسمت وقتی این گرفتاریایی که حالا فلش نمیخوام در نه این گرفتاری‌ها خیلی کلی‌تر از قضیه آلودگی. آره میدونم. ما تصمیم‌های زندگی گرفتاریم. آقای مولایی عزیز، شما نشست قبلی ما در خدمتتون بودیم، در احتمالاً دو جنس تدوین داره این فیلم که بخش قبل شما در ویژگی کفشای هم توضیحاتی که خیلی خوب بود و کمک میکرد. حالا اینجا فیلم دیگری داریم که دیگه اون بخش واقعیت و فراواقعیت رو نداشت و کاملا حالا قراره حداقل فرم فیلم، فرم تصویری، فرم رئالیه و شما فقط باید تو این ریتم کمک میکردین. حالا درباره اون ماجرا صحبت کنیم، درباره فرم کاری که میکنیم. سلام مجدد. من فکر میکنم بین 10-12 فیلمی که تا الان کار کردم وارونگی سخت‌ترین فیلمی بوده که مونتاژ کردم. چیزی دیده نمیشه. بعد معمولا توی قصه های دیگه و توی فیلم هایی که میبینیم، به خصوص توی جشنواره امسال میبینیم، فیلم هایی هستن که خیلی تأکیدهای به خصوصی دارن توی قصه هایی که دارن تعریف میکنن که این تأکیدها گاهی با ریتم تنده، گاهی با خودنمایی هایی که معمولا مونتاژ میتونه داشته باشه. توی فیلم ساده‌ای که قرار نیست روی هیچ نکته به خصوصی، حتی روی در واقع نقاط عطفش قرار نیست هیچ تأکید به خصوصی بکنیم، روی هیچ بازی به خصوصی، شخصیت خاصی قرار نیست تأکید بکنیم، بیستیم، خیلی خیلی مونتاژ کار سختیه. چون ممکنه این تأکید توی بازی بازیگر باشه، خواسته یا ناخواسته، یعنی چیزی که سر صحنه اتفاق افتاده ممکنه در جریان این واقع گرایی و رالیسمی که فیلم در پی گرفته نباشه. این خب باید توی مونتاژ سر شکل درست خودش رو پیدا بکنه. از این نظر خیلی کار سختی بودش. از این نظر که اتفاق خیلی خطرناک بود، ممکن بود فیلم رو نابود بکنه و ممکنم بود شاید نمیدونم ممکن بود بیشتر از این هم بتونیم کار بکنیم، ولی در حد توان من فکر میکنم هلوش 3 ماه طول کشید مونتاژ این فیلم، برخلاف فیلم های دیگه که میگم ممکنه تعدد پلان داشته باشن فیلم ها و خیلی ساده تر ممکنه به نتیجه برسه. من بعد از مونتاژ این فیلم دیگه برام این قطعیت پیدا کرد که مونتاژ فیلم اکشن با مثلا حدود 2000 خورده پلان خیلی خیلی کار آسان‌تریه تا مونتاژ یک فیلمی که البته تعدد پلان داره ولی قرار نیست که این دیده بشه. و یکی از چالش‌هام اساساً همین بود. ما قبل از مرحله فیلمنامه در با آقای بهزادی در ارتباط بودیم، نحوه دکوپاژی که قبل از فیلم برداری بر من توضیح دادن قائم بر این بودش که به شکل کلاسیک کار بکنن و ما تعدد پلان داشته باشیم، تعدد کات داشته باشیم، ولی خب اینا قرار نیست دیده بشه. این خب خیلی کارو سخت‌تر می‌کرد. معمولاً فیلم‌های واقع‌گرا توی سینمای ایران با دوربین روی دست و یک فرم ثابتی که توی فیلم‌های زیادی می‌بینیم همراهه، ولی این فیلم فکر می‌کنم به لحاظ فرم و ساختار هم متفاوته، ولی انقدر ساده اتفاق افتاده که شاید یه خورده سخت بشه کشف بشه. این که روی هیچ تأکیدی نیست، روی هیچ نکته‌ای روی فیلم، یعنی سعی می‌کنن، نه هیچ منظورم که تأکید نمی‌کنه، چیزی رو به رخ کشیده نمیشه، از کنار آرام می‌گذره از کنار هر نکته‌ای، هر موضوعی روی فیلم در واقع نقطه تمرکز رو نمیذاره. اونم با قصه‌ای مثل قصه فیلم وارونگی که برخلاف مثلا قاعده تصادف خود قصه چالش بیشتری داره، درگیری‌های بیشتری داره. این درگیری‌هاش خیلی کمتره. خانواده معمولی گرفتاری دارن، مادر بیماری داره. حالا این موضوعی که ممکنه برای همه ما پیش بیاد خب خیلی خطرناک می‌کرد به لحاظ اینکه تماشاگر رو همراه خودش بکنه، کشش ایجاد بکنه یا به قول شما یا مونتاژ ریتم فیلم نیفته. این رو چجوری فکر می‌کردین حل کردین و چجوری جلو رفتین؟ در این موضوع صحبت کنیم، چون قطعا خود شما فکر کردین به این ماجرا، از قبل هم می‌دونستین که اینجوریه، این که فکر کنیم ما کشف کردیم چیزای چه حلی.
در واقع این برای من یک میتونم به جرئت بگم یک چالش نه، یا شاید بیشتر کمی حسرت همیشگی بود برای من از روزی که سینما رو شناختم همیشه مشتاق این بودم که ببینم اساتید سینما چی کار میکنن که به یک مرزی از سادگی میرسن که در عین این که در واقع تأثیر خودشون رو دارن، ولی ما متوجه هیچ گونه در واقع تاکید آسانی از توی فیلمساز نمیشیم. هیچ نمایشی وجود نداره. انگار ما رو برای لحظاتی در واقع فقط جدا میکنن از پیرامونمون تا در واقع بخش دیگری از زندگی رو به ما نشون بدن. میدونید همیشه فیلمسازان اینجوری برای من یه کمی رشک برانگیز بودن که واقعا چجوری میتونه یه آدمی به یک جایی برسه که این توانایی رو داشته باشه. نه توی فیلمسازی، فکر میکنم توی هر هنری رسیدن به یک بیان ساده دشوارترین کار جهانه. و من خودم بعد سالیانی که به هر حال فیلم ساختم، فیلم کوتاه، مستند، کارهای تلویزیونی و این سومین فیلم سینماییم هست، به یک نسبت قریبی این سخت‌ترین کاری بوده که کردم، سخت‌ترین فیلمی بوده که ساختم، برای اینکه استفاده از عناصر آشنا، عناصر کلاسیک سینما گرچه خیلی هیجان برانگیزه، ولی خست به خرج دادن توی اونها و مینیمال کردن همه اونها واقعا کار سختیه. به خصوص اینکه شما در تمام لحظات هم دلت میخواد که به هر حال تماشاگرت رو نگه داری و هم اون تأثیری که میخوای روش بذاری و همین که نمیخوای خیلی به طور مشخص القای چیز خاصی رو بهش بکنی، یا حداقل تلاش میکنی برای اینکه باز بذاری ارتباط بینندت رو با فیلمت. من فکر میکنم این واقعا از یک سمت سخت‌ترین فیلمی بوده که ساختم توی این سالها و برای عوامل هم کارو سخت میکنه، برای باقی عوامل. همینو میخوام براتون بگم. همه چیز اون وقتی که قراره دیده نشه، فکر میکنم برای همه یه چالش بزرگیه. همونجوری که خانم دولتشاهی گفتن، میگن که خب خلع اصلاح میشی، برای اینکه وقتی به یک بازیگر بگید که خب شما این صحنه است، این سنه، اینو باید بازی بکنی، مختصاتش هم اینه، به هر حال با کمی کم یا زیاد براتون اون رو بازی میکنه. ولی وقتی این رو بخواید تقلیل بدی، به یک شکل مینیمالی برسوندش که حالا بازی تو بکن، حرفت هم بزن، اون تاثیره هم بذار، ولی بازی نکن، ولی نمیخوام اونجوری برجسته بشه که دیده بشه، به چشم بیاد. خب این کار سختیه. این وقت برای همه عوامل هست. یعنی نمیدونم، فیلم برداری، مونتاژ، گریم، صحنه، لباس، همه هست دیگه، بازیگر. دوستان کسی سوال نداره؟ خواهش میکنم بفرمایید پشت میکروفون رسانه‌تون رو بگین، خودتون رو معرفی کنین، رسانه‌تون هم. درود بر شما، تبریک میگم به خاطر سوم فیلمتون. من فکر میکنم اول بگم سهند آدم عارف هم روزنامه نوآور. بله. عرض به حضورتون که فکر میکنم تو سومین فیلم بلند میشه الان دیگه گفت که از سینمای بهزادی یاد کرد، به خاطر که فکر میکنم یک دستخط مشخصی تو این فیلم به خصوص هویدا شده. عرض به حضورتون که سوالاتی به طور مشخص از بازیگران داشتم و حالا تون بگو. کوتاه میپرسم. تجربه رسیدن به یک بازی غیر فیگوراتی به نظرم تجربه بسیار دشواریه، یعنی عبور کردن از جنبه‌های فیگور نقش و بازی استیلیزه که خودش میتونه چیز نباشه، یعنی خودش بار ضد ارزشی نداره. این رو هم خانم دولتشاهی، هم آقای مصطفی، هم آقای آقاخانی توضیح بدن. و به خصوص خانم دولتشاهی، من فکر میکنم اون شکل از کاتارسیس که توی اون شخصیت اتفاق میفته، رسیدن به اون در واقع اوسیان،
اما به شکل نرم خودش فکر میکنم یک دشواری هایی توی حفظ تداوم حس بازیگر داشت که فکر میکنم توضیح دادن این ماجرا هم اهمیت داشته باشه و در رابطه با آقای مصفا اون جنس متفاوتی که ما ازشون سراغ داریم توی معمولا ما شخصیت‌های خیلی ریلکس و کول از ایشون سراغ داریم تو فیلم ها با یه مقدار بالا و پایین، اما اینجا کاملا یک مسیر دیگه ای رو طی کردن. سوال‌ها خیلی زیاد، حالا اینا رو این چند نکته رو به نظر خواهش می‌کنم. خانم دولت‌شاهی شما ابتدا در این بازی غیر مؤکدتون که کار دشواری هم صحبت کنیم برای آقای آخانی. خب در واقع ما تو تمرینایی که می‌کردیم به این روند یه نوع تسلطی پیدا کرده بودیم. البته خب من خیلی هم اعتماد کردم و راهنمایی می‌خواستم مدام از آقای بهزادی، ولی یعنی حتی یادم مثلا یه چپتر بندی و بخش بندی داشتیم برای اینکه این تدریج این به نوعی وارونگی حفظ بشه و بر خود منم این یکی از بخش‌های سخت ماجرا بود که یهو اتفاق نیفته، به تدریج اتفاق بیفته و این تدریج حتی خیلی کم حس شه یا حتی شاید اونقدر دیده نشه که بعد فیلم آدم بره و با خودش فکر کنه راجبش. ولی خب خیلی کمک گرفتم از آقای بهزادی. خب در مورد تفاوت نقش شما پرسیدم با نقش قبلیتون که اینجا قبلا نقش خیلی سرد و کول و ولی من خودم تفاوت رو حس نمی کنم، یعنی نمیفهمم. خب قبلا کسی از من نخواسته بود که عصبانی بشم، حالا از من خواستن عصبانی بشم. توی پری که من کافی عصبانی میشدم. اینجا هم عصبانی بودم. آره خیلی عصبانی گذشته کسی یادش نیست. توی پری برج مینو و اینها هست. آره به نظرم این یه شایعه‌ایه درباره شما. عصبانی خب حالا شاید عصبانی بودن رو یه ذرم با مثلا آدمی که یک کمی هم حالا قراره در واقع نقش پروتاگونیست رو داشته باشه. آره. اون شمایه خیلی خوب و همیشه مثبت علی دست. بله دیگه، حالا نقش بعدی احتمالاً دراکولا قراره. نه نقش خشن و اصلا تعجب نکنید اگری دراکولا بازی کرد و بی‌نظیر بود، یعنی اصلا تعجب نکنید. همه چیز انقدر راحت میگه که آدم فکر میکنه که خیلی کار ساده بود، ولی خب اینجوری نیست، انقدر ساده نیست. حتی بحثای خیلی جدی رو ممکنه علی مصفا خیلی ساده بگه، خب حالا اینجوری بعد میبینیم که خیلی جدی از فلسفه ماجرا برخورد میکنه. گرچه تو فیلم‌های قبلیش هم مدل‌های مختلف بوده، حالا فیلم‌های به قول خودش کمتر یادشونه، توی برج مینو، پری و خیلی فیلم‌های قبل‌تر از اون حتی متا انقدر کم بازی میکنه ملتی کم یادشون میاد. ببخشید من یه چیزی بگم، خیلی برای من لذت بخش بود کار کردن با آقای مصفا، به خاطر اینکه مثلا نمیدونستم کی اتفاق میفته براشون، یعنی ولی واقعا وقتی که مقابلشون بازی میکنی احساس میکنی که انقدر سر جای درستن که تو اگه حتی ریاکت درست باشی به اون در واقع کنشی که ایشون دارن اتفاق درست میفته. من خیلی واقعا لذت بردم از هم بازی بودم با ایشون. خب خانم آرتا شما نکته‌ای دارین؟ بله. خواهش می‌کنم بفرمایید. در مورد این فیلم زیاد هست و میگم یعنی یکی از معمولاً پایان بندی‌ها خب هم تو تلویزیون ما سریال‌های تلویزیونی هم تو سینمای ما مشکل داره و فکر می‌کنم که پایان بند البته از نقاط مثبت این فیلم پایان بندی فیلمه که دو تا آدم خیلی کول سوار ماشین میشن و با همه بدبختی‌هایی که دارن، مخصوصا باز میگم اون لبخندی که هرچند که مشکل سیام میکنه، شخصیت نیلوفر اعتراض میکنه ولی خوشروه، این خیلی مهمه. یعنی معمولا اینجور کاراکترهایی که تو سینمای ایران داریم معمولا زنهایی که اسیان میکنن خیلی خوشرو نیستن، یعنی عبوسن، دائما در خودشون فرو رفتن و علیرغم اینکه این شخصیت در واقع این عکس ها رو داره ولی خب به هر شکل خوشرو هست و بعد هم خیلی راحت میپذیره که یعنی تو همون به قول آقای مصفا تو همون بدبختی که هست و ادامه فقط با تغییر یک لوکیشن زندگیشون بتونن به زندگی ادامه بدن و اون موسیقی فیلم، موسیقی که پخش میشه از رادیو پخش ماشین که
خیلی هم غمناکه ولی باز با اون میخنده. به نظر من خیلی درخشان. خب این اوسیانشون هم مثل اوسیان واقعیه که باور میکنیم دیگه، مثل خیلی از آدمایی که فکر میکنیم ترکیبی از خیلی از آدمایی که دور میدونید که هر رابطه‌ای تو دنیای واقعی تو سینما نه اصلا منظورم نیست کار سختی، منظورم اتفاقا کار سختی و حسن. اولین زن اوسیانگری دیدیم که شاید فریاد نمید. اتفاقا به عنوان حسن دارم میگم، نه به عنوان اینکه کار آسونیه، نه منظورم اون نبود، ولی اینکه باور میکنیم که اطرافمون آدم‌هایی هستن مثل خیلی دیگه که بعضی وقتا میخوان به یه چیزایی حالا یه ذره نه بگن مضاف، البته با تأکیدی که به جمله علی که خب میپذیریم اینجوریه دیگه، گرفتاریم و حالا مجبوریم تو این گرفتاری یه راه کوچولویی برای خودمون پیدا کنیم. حالا نقش خانم دولتشاهی هم همینجوری بود، سعی میکرد حداقل تو اون حداقل امکانی که داره برای خودش انتخاب کوچکی پیدا کنه. الحمدلله پیدا شد. ساعتی گم شده بود، الان به من خبر دادن نگین پیدا شد، شما هم یه دونه ساعت گفتن که گم شده اینجا، دست مسئول سالن از سانس پیش، از جلسه پیش. خواهش میکنم اگه کسی میدونه بیاد تحویلی. مال شما ما نیما اصلا این نصب بدیم بهش، ساعت نداره ظاهرا. خب بله بندم داره تازه. خب آقای آخوانی، این اتفاق حالا در مورد بقیه بازیگرا صحبت کردن که سعی شده که غیر مؤکد، شما اصلا ویژگیتون تمام تصویری که وجود داره ازتون همین غیر مؤکد بودنه. خواهش می‌کنم یه نقشی بازی کنید یه ذره توش تاکید داشته باشید. خب وقتی با آقای بهزادی بازی می‌کنی اصلا این توقع نداشته باشید. نه با آقای بهزادی که قطعا امیدوارم با دوستان دیگه، آخه با علی مصطفی هم که کار کردین همین جوریه، امیدوارم با هر دو تا اینا کار کنید همه این، ولی نقشه اینجوری هم باشه. خب من فکر می‌کنم علی مصطفی هم از همین جنس. من میدونم قطعا این خلع اصطلاح شدن که خانم دولتشاهی گفتن خیلی اصطلاح درستیه و من چون قبلا هم خلع اصطلاح شده بودم شاید یه مقدار بیشتر آشنایی داشتم و این بازی نکردنه در عین حال واقعا که سخت در این کار است. در واقع یه جور احاطه‌ای دارن که تو کاملا نگاه میکنن ولی واقعا بازی نکردن خیلی مشکله. خب دوستان اگر سوالی ندارن ما میتونیم، شما به غیر از اینکه ساعتتون پیدا شد سوالی ندارین آقای حسن هستن؟ بعدن ان شاءالله تو برنامه میشه. چشم. دوستان اگه سوالی ندارن خب خیلی ممنون که اینجا آقای بهزادی حالا اجازه بدین اگر نکته هست. نه خواهش می‌کنم. من تشکر میکنم از همه همکارانم، از همه دوستانی که نیستن، دوستان قسمت تو پیش تولید و پس تولید. تشکر میکنم از همشون. تشکر ویژه‌ای میخوام بکنم از آقای بابک کریمی طراح صحنه و لباس فیلم، خانم سودابه خسروی طراح گریم فیلم، برای که اینها هم عناصری بودن که خیلی کمک کردن به اینکه دیده نشه در واقع این واقع نمایی به وجود بیاد. از خانم سخایی که موسیقی فیلم رو کار کردن تشکر میکنم و از دوستانی که اینجا هستن و همه بازیگران، به مجموع بازیگران این فیلم که نیستن و خیلی ممنونم. آقای شهسواری و آره و دوست همیشگیم و یار همیشگیم که اینجا هستن، آقای شهسواری که تمام کدوم منوشه یا محمد شهسواری رمان نویس. بله آقای محمد مثل همه فیلمنامه ها توی این فیلمنامه از 0 تا 100 با من بودن و خیلی لطف کردن به من و اصولا اصلا کم کم دارم تصور میکنم بدون ایشون قطعا نمیتونم کار بکنم. من امیدوارم همکاریتون ادامه داشته باشه. خیلی ممنون که اینجا حضور داشتیم. خیلی ممنون.